از ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این قول خداوند متعال که می‌فرماید ای محمد زبان خود را برای آن که قرآن را زودتر فرا بگیری حرکت مده، چنین روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از نزول وحی به تکاپو و مشقت می افتاد و لبهای خود را حرکت می داد. ابن عباس رضی الله عنه می گوید من هم لبهای خود را مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حرکت می دادم و خداوند این آیت را نازل کرد ای محمد زبان خود را برای آن که قرآن را زودتر به دست آوری حرکت مده و تحقیق که جمع کردن و آموختن آن برای تو بر عهده ما است. قیامت 15-18. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیت می گوید جمع کردن قرآن در سینه تو و این که آن را بخوانی بر عهده ما است. پس وقتی که آن را بر تو خواندیم تو هم آن را در پیروی ما بخوان، یعنی آن را بشنو و گوش فراده. پس بر ما است بیان آن، یعنی سپس بر عهده ماست که تو آن را بخوانی. و همان بود که چون جبرائیل علیه السلام رفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرآن را طوری که جبرائیل بر ایشان خوانده بود تکرار می نمودند.